سلام بچه ها، چطورین؟ من برگشتم با یه ولاگ پاییزی. خدا وکیلی پاییز چه فصلیه. عشق و حال توش میچسبه، ولاگ گرفتن توش میچسبه، ولاگ دیدن توش میچسبه، اصلا همه جوره خوبه تا وقتی هوا زیاد سرد نشده. امروز گفتم که از صبح تا شب همراه من باشین، من یه ذره کیف کنم شما رو میبینم، شما یه ذره اذیت بشین منو میبینین. امروز اومدم به یکی از ترس‌های زندگیم غلبه بکنم. بچه‌ای که تو کانال قدیمی‌ترن میدونن که من چقدر عاشق نگهداری از گل و گیاهم. همیشه هم از پیشم خراب می‌شده. یعنی من هیچ وقت نمیتونستم حتی از یک کاکتوس کوچولو محافظت کنم. هیچ علمی راجع به گیاه و اینا نداشتم. ولی عاشق این بودم که تو خونم همیشه پر گل و گلدون باشه. تایمی تصمیم گرفتم که بیام به این ترس غلبه کنم و سعی کنم از گیاها مواظبت کنم و موفق بشم توش این دفعه. و واقعا هم موفق شدم. من الان حدود 7-8 تا گلدون دارم که از کوچولویی پیشم بودن و الان شدن اینقدی. مثلا 2 تا پرنده بهشتی دارم که خیلی کوچولو بودن، الان انقدر بزرگ شدن. خلاصه هر گلدونی که دارم با کلی محافظت و مراقبت تونستم بزرگشون بکنم. تصمیم گرفتم چیکار کنم؟ تصمیم گرفتم یاد بگیرم قلمه بزنمشون، یاد بگیرم از هر کدومشون تعداد بیشتری داشته باشم. دیدم آسون ترین گیاه هم که میتونم قلمه بزنمش پتوسه. این گیاه رونده هست، روی میزم امروز گذاشتمش که به شما نشون بدم. حالا زیاد تکونش نمیدم اذیتش نکنم چون جوونم داره. امروز میخوام پتوس رو قلمه بزنم. گفتم شما هم توی این تجربه جدید با من همراه باشین. گیاه کلن احساس رو به جلو بودن توی زندگی به آدم میده. وقتی مواظبش هستی خیلی حس خوب میگیری. در خلال انجام این کار گفتم یه ذره راجع به مسائل مهم زندگی با هم صحبت کنیم، راجع به احساسایی که این روزا تجربه میکنیم صحبت کنیم، ببینیم چی میشه دیگه. اول بریم با هم بخونیم ببینیم بعد چیکار کنیم. پس امروز رو با من همراه باشید. خب بچه ها، اینجا میگه که ما باید از هر بالای هر برگ که به تنه وصله ما میتونیم قلمه بزنیم و باید حتما ابزاری که استفاده میکنیم هم تیز باشه و هم با الکل ضد عفونیش بکنیم. بعد توی یه شیشه بذاریمش که در شیشه تنگ باشه و توش آب بدون املاح مثل آب جوشیده سرد شده باشه. من این قیچی رو آورده بودم اما الان باید الکل بیارم تمیزش کنم. Few moments later. خب بچه ها، من چیزایی که میخواستیم آوردم: الکل و دستمال و یه شیشه دهن تنگ و توش آب جوشیده سرد شده. حالا قیچیمو اول با الکل تمیز کنم. بچه ها وقتی من این پتوس رو آوردم قلمه زده شده بود، یعنی 4 دونه برگ اینجوری توی این خاکش بود و با مراقبت من 2 تا ساقه اینجوری بلند داره و من وقتی نگاش میکنم میذارمش تو قفس حسابی کیف میکنم. حالا میخوایم قلمه بزنیم. هم این طرف این ساقش جوونه داره هم این ساقش جوونه داره. الان به مشکل نمیخورن این جوونه هاش اگه من اینو بچینم و قلمه بزنم، درسته؟ پس بیا یه دونه از این بر بزنیم یه دونه از این بر. خب تا یه دونه تمیزش کردم قیچی رو، یه دونه باید اینجا رو بزنم. میگه باید تیز باشه که اینو له نکنه. خب یه دونم اینو بزنیم. خوبه؟ اینا رو بذاریم توی این آب جوش سرد شده. آهان، بعد گفتش که اگه از این ظرفای در تنگ ندارین توی هر چیز دیگه که میخوایم بذارین مواظب باشین ته قلمه هاتون نباید به ته ظرف بخوره. اگه به تهش میخوره سنگ بذارین تهش. این خیلی نکته مهمی بود. بعد اینا رو اینجوری میذاریم تو آب جوری که ته قلمه هامون توی آب باشه. خیلی ذوق دارم. اینو بهتون نشونش میدم توی ولاگای بعدی اگه ریشه بزنه حتما بهتون نشونش میدم. خیلی خوشحالم بابتش، خیلی زیاد. بقیه گیاه هم همه جوونه های جدید دارن، میبینین دیگه. دیفنباخی هم جوونه جدید داره
این پرنده بهشتی خوشگلم جوونه جدید داره، امروز قراره حسابی بهشون برسم، بهشون کود و پروتئین و اینا بدم. اما مهمترین چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم این قلمه زدن برگای خوشگلشون بود. من همیشه منظورم اینه که مثلا تا یه ماه پیش همیشه برای انجام کارام یه جوری بودم انگار دنبالم کردن. مثلا وقتی تو سوپرمارکت بودم بودو موقع غذا خوردم، بودو موقع حاضر شدم، بودو موقع انجام کار شخصی، بودو موقع مسواک زدن، همیشه انگار دارن دنبالم میکنن. خیلی دارم سعی میکنم روی این سیستم کار بکنم و به شما پیشنهاد میکنم اگر مثل منین، اگر آدم هولی هستین، اگر مضطربین، خیلی خیلی سعی کنین به خودتون تلنگر بزنین که مثلا چیزی دنبالت نکرده الان کاری نداری، چون به ناخودآگاه بدن طی یه تایمی عادت میکنه اینجوری باشه. برای همین من جدیداً سعی میکنم که خیلی 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 توی حالت آگاه خودم و توی ضمیر آگاه هم قرار داشته باشم. یه کوچولو هم به اینکه قبل از خواب چی کار میکنی، بعد از بیدار شدن چی کار میکنی دقت بکنید. این هم خیلی به من کمک کرده بود. راجع به هورا در من خیلی روی این موضوع تاکید دارم. مثلا روانشناس کودک میگفتش که 3 تا چیزو قبل خواب ازش بپرسید از بچه‌تون. از 3-4 سالگی دیگه شروع بکنید اینو. مثلا ازش بپرسید چی توی روز از همه بیشتر خوشحالش کرده، چی ناراحتش کرده، دوست داره فردا چیکار کنه. بعد جالب بود اولین باری که اینو از صورت پرسیدم، شب داشت میخوابید، من و باباشم پیشش بودیم، بهش گفتم که مامان میخوای بهم بگی امروز چی بیشتر از همه خوشحالت کرد؟ مهد کودک هم رفته بود، من توقع داشتم فعالیت‌های مهد کودک بگه. یهو اینجوری کرد تو هر روز خوشحالم میکنی، منو میگی؟ گفتم مرسی مامان. بگو مامان تو هر روز بیشتر از هر چیزی خوشحالم میکنی. و من اون لحظه نمیدونستم باید چیکار بکنم. دوست داشتم برق خاموش نبود، اون ذوق منو میدید، ولی تا صبح خیلی قشنگ خوابیدم. مطمئنم خیلی خوب خوابید. برای همین به تایم قبل از خوابتون، حالا با پارتنرتون، شوهرتون، بچه‌تون، هر چی هست، خیلی فکر بکنید. من امروز باید برم باشگاه. هورا رو بذارم مهد کودک. باید برم باشگاه. شبم تولد دوستمونه. احتمالاً یه میخونه میریم. یه رستوران میخونه است در واقع. دوست دارم شما رو با خودم ببرم. هم باشگاه، هم اونجا. امروز با من باشین دیگه. ولی حسابی به هم چسبید این قلمه زدنه. امیدوارم نتیجه خوبی هم داشته باشه. سرویس آقا هوراد امروز نمیاد، بنده باید برسونمش مهد کودک، ولی خدا رو شکر مهد کودک و هوراد و باشگاه من کنار هم دیگه، یعنی باشگاه من سر کوچه مهد هوراده. برای همین سعی می‌ذاریم هوراد و مهد بعد به هم دیگه میریم باشگاه. من باشگاه نشم. خب هوراد رو گذاشتم مهد کودکش. معلم خودش امروز نبود، یه ذره مودم رو خراب کرد، شروع کرد اذیت کردن و گریه کردن، نخواست بره چون معلمش نبود. با معلم جدیده حال نکرد، یه ذره سیستم منو به هم ریخت، اما معلم میگفت حل میکنیم مشکلی نداره. اینجا هم اومدم برم توی باشگاه، دیدم بسته است ورودیش، مثل که یه قصور پزشکی اتفاق افتاده توی بیمارستان. پلیس اومده و مردم تجمع کردن و یه چیز عجیب غریبی. بریم باشگاه ببینیم چی میشه دیگه. 3 دقیقه دیگه باید تو باشگاه باشم. تموم شد. تمرین اصولا اینجا 45 دقیقه ایناست، بیشتر 45 دقیقه نمیتونی تمرین کنی. تموم شد. باید برم به بقیه روزم برسم. یعنی اون قورباغه رو که من قورت میدم هر روز، یکی ورزش هست یکی هوراده. این دوتا که تموم میشه دیگه خیالم راحت میشه، میافتم تو سراشیبی روزم.
خب بچه ها، من تمرینم تموم شد. وعده بعد باشگاهمو بخورم بیام بهتون بگم قضیه این بیمارستانه چی بود الان که دم در شلوغ بود قبل ورزش. بچه ها بگید قضیه این بیمارستان چی بود؟ ببین یه بیمارستان خصوصی. خب عجب بادیه. این یه بیمارستان خصوصیه. خیلی هم بیمارستان گرونیه. من مثلا مریض میشم میام اینجا سرم میزنم، برای یه سرم مثلا 5-6 هزار لیر پول میگیرن. میشه تقریبا چقدر؟ 10-12 میلیون تومن ما برای یه سرم. بعد من قرار بود بیام زایمانم و اینجا انجام بدم این بیمارستان، چون به هر حال نزدیک خونم بوده دیگه. یه لحظه باسین من ببینم باید کجا برم گم نشم. اجازه بده هلم نکن. داشتم میگفتم اینا چیکار کردن، یه باندیه به اسم باند یعنی دوان، یعنی تازه متولد شده ها. اینا اومدن در ازای یه پول خیلی ناچیزی، مثلا روزانه 8000 لیر، نمیدونم یه چیز خیلی مسخره، با چند تا بیمارستان قرارداد بستن که نوزادای تازه متولد شده رو بکشن، حالا به هر نحوی. مثلا دارو به خوردشون بدن، یه جوری که مرگشون طبیعی جلوه کنه، برای اینکه بتونن کنترل جمعیت داشته باشن توی ترکیه. فکر کن. بعد تماسای واتساپشون اینا لو رفته، پیاماشون. اصلا مربی الان بهم گفتش که انقدر جنایی قضیه، انگار مثلا سریال ترکیه، از این سریالا که آدما مثلا قاچاق کلی و اینا میکنن. بچهای طفل معصوم نوزادای تازه متولد شده رو کلی کشتن و 9 تا بیمارستان توی ترکیه این کارو میکردن. عواملشون دستگیر شده اینا. این بیمارستان هم یکی از اونا بوده و اصلا گرکوپرم دیگه. یه لحظه بهش فکر کردم من قرار بود اینجا بچه‌ام به دنیا بیارم. خلاصه یعنی تقریبا بیمارستان‌های لوکسی که قدرت پشتشون بوده، پول پشتشون بوده، کسی نمیتونست آمارشون رو بگیره. خیلی برام عجیب غریب بود، ترسناک بود. من رسیدم خونه، برم بدو آماده شم واسه پارتی شب، ولی تو پارکینگ ماشینشو ببین. خدا جون. بچه ها، من اومدم ناهار بخورم. خواستم یه چیزی بهتون بگم. این سوشی آماده است از برند سوشیدا. نمیدونم توی ایران هست یا نه، اما اگر طرفدار غذای دریایی هستین یا سوشی و اینا دوست دارین، واقعا این برندش رو امتحان بکنید. خیلی خوشمزه است. کنارش سس هم داره، سس سویا داره و واسابیه. فکر می‌کنم آره واسابیه رو که من نمیتونم بخورم، خیلی تنده. در یه ذره با سویا قاطی کنین بخورید عالی میشه. خیلی خیلی خوبه. اینی که من میگیرم کیوتو میکسه. همین دارم با تو حرف زدم درم افتاده. گفتم بهتون نشون بدم، اگه خواستین حتما امتحانش بکنید، خیلی خوشمزه است. خب بچه ها، به قول هورت چی میگه به بچه ها؟ دوست دارم میگی. تو چقدر مهربونی. نه این که میگی سلام بچه ها، اون حرفتو میگم مامان. ساعتم نیست. خب باشه برم چی پیداش کنم. داشتم میگفتم سلام بچه ها، ما داریم میریم دیگه مهمونی. بهتون گفتم شب تولد دوستمونه. ساعت الان 8:30. فکر میکنم یه رو 20 دقیقه تا اون رستورانی که رزرو کردن. آره ماما میشه پیدا کنی؟ رزرو کردن راه باشه. برای همین گرم آماده شدیم داریم میریم. نه ماما الوی باباست. داریم میریم. خلاصه در ادامه بلاگ با ما همراه باشیم. آجی؟ بده بیار. بده. ندونه. دو رنگه. هم خیلی زرنگه. هورادی ساعت همو پیدا کرد. فلفلی.
feeling them. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, my credit. Click, why? I'ma throw 20 racks on the bitch, why? Bir de baktım ki o da ne? Sürü sürü bir sürü çile toplanmış geliyorlar bir an. Hani sözleri bundan böyle salacağım aklı çayıra. Yolları yolla, acıları yolla.